ساختمان یک مکتب در ولسوالی خانقاه جوزجان به ارزش 1,200,000 افغانی اعمار شده بود به بهره برداری سپرده شد. مسئولین در ریاست معارف جوزجان میگویند آنها توانستند با همکاری یک شخص معارف دوست این ولایت برای مکتب متوسطه تازه نهر ولسوالی خانقاه این ولایت ساختمان بسازند. مولوی محمد طاهر جواد رئیس معارف جوزجان میگوید یک شخص معارف دوست در قریه دوردست ولسوالی خانقاه یک مکتب که دارای 5 صنف درسی و یک اتاق اداری است را ساخته است. به گفته رئیس معارف جوزجان این ساختمان مکتب که گنجایش حدود 150 شاگرد را دارد به هزینه شخصی یک شخص معارف دوست به ارزش 1,600,000 افغانی اعمار شده است. تعمیر ساختیم تقریبا در حدود 3 ماه تعمیر ساخته شده و حدود 12 لک افغانی این بودجه داشته که در ساحه مکتب ساخته شده. 5 صنف درسی هست و یک اتاق اداره و دیگر تجهیزاتش الحمدلله از قبل از طریق معارف مساعد شده و به خاطر ساختن این تعمیر از محترم شکرالله خان و همکارانشان ما سپاسگزاری میکنیم و همچنین به خاطر نظارت دوامدارش از تیم انجینر ریاست معارف و مردم شریف متدین این قریه که در این مناطق بدون کدام محافظت شده مواد مکتب حفاظت کردن، همکاری کردن، نظارت کردن. در همین حال باشندگان محل از ساخته شدن ساختمان جدید برای مکتبشان ابراز خرسندی نموده میگویند با اعمار ساختمان جدید مشکلاتشان از نبود صنوف درسی معیاری رفع شده است. مکتب نداشتیم، مکتب ما خراب بود، درس خوب نبود، کتابچه، قلم، کرتاسی همه چیزا نداشتیم. امروز خوشحال هستیم که مکتب افتتاح شده. باید معلمان خوب بیاید در اینجا درس خوب بده شاگردا را. مردم قریه هم خوشحال میشه. انا امروز مردم قریه خوشحال شد که به خاطر که مکتب افتتاح شد. ما همیشه آرزو داریم همونطور یک روز خوشحالی ببینیم. ان شاء الله اولادای ما باید در اینجا درس بخونه، معلم شوه، انجینر شوه، آینده چیز خوب شوه ان شاء الله. یقینا مشکلات بسیاری از اولاد و شاگردان این قریه را در راستا تعلیم و تربیه حل می نمایند. همگی ما هویدا معارف و تعلیم و تربیه ستون فقرات یک جامعه است. به همین جهت باید تمام من و شما در عرصه تلاش بیشتری نمایند. مقام ولسوالی خانقاه همیشه به همراه آمریت معارف همکار بوده و حمایت همه جانبه نموده است. این در حالی است که با حاکمیت امارت اسلامی در کشور همکاری مردم با ارگان‌های مختلف ادارات دولتی افزایش یافته است. قمرالدین پویا عزیز، رادیو حریت، ولسوالی خانقاه جوزجان.